مامان من یه جمله داره، میگه تکرارش نکن. تکرارش کنی میشه عادتت هم شخصیتتو میسازه. اون موقع دیگه سخت تغییر کردن. خواستم بگم مامان من تکرارش کردم. هی رفتم برگشتم، رفتم برگشتم. میپرسی ازم ترسیدی؟ ترسیدم از این که اشتباه بشه شخصیتم. من تکرارش کردم که خودم رو بشناسم عمیقاً. آره ترسیدم از اینکه نفهمم من کیم. تعریفم اون سالیانه که اشتباه از خودشناسی. برم بشنم روبروی تراپیستم یا آینه بگم من اینم، از فلان چیز بدم میاد، با فلانی حرف نمیزنم ترجیحاً، این کارا از من بعیدن، بودن این تروماها تو من قطعی‌ان، آدم بلند پروازیم شدیدن. این یعنی من خودم رو شناختم عمیقاً؟ نه، من انقدر اشتباهامو زندگی میکنم تا اونا ازم عقب نشینی کنن، تا بتونم واقعا دستاشون رو ول کنم، بتونم بیام بیرون از خودم، از دورتر نگاه کنم، بگم آها دیدی؟ همینجا اشتباه کردی، من دیدم. حالا وقتشه، رهاش کن، نگو نمیتونم، بدون اون هیچی نیستم من، تا الان اینجوری زندگی کردم. تو وقتی فهمیدی کجا اشتباه کردی دیگه نمیتونی برگردی به عقب و بشی آدم قبلی. دیگه جایی نیست برای تردید. تو همونجا باید دستاشو ول میکردی، چون تو فهمیدی کجا اشتباه کردی، نه چون بقیه گفتن یا قلبت شکسته. عمیقاً تو زندگیشون کردی، اونا ازت عقب کشیدن. اگه غیر از این بود دارم برات میسوخت، چون اگه اشتباهو تکرارش نکنی هیچ وقت نمیفهمی درست چی بود.